به نام خدا. سلام، آندره هستم، مدیر و مؤسس مجموعه آندره تاسیسات. امروز بازم در خدمت شما هستم با یه ویدیویی که انقدر کاربردیه که یعنی مطمئنم به درد هر کسی که میخواد پمپ آب نصب کنه میخوره. چون که میخوام یه روش و یه فرمول خیلی ساده و کاربردی برای انتخاب منبع تحت فشار مناسب بهتون بگم. چون خیلی مواقع فروشنده یه حرفی میزنه، نصاب یه حرفی میزنه، حالا یه آشنای دوستی هم داریم که منبع نصب کرده یه حرف دیگه میزنه و شما مصرف کننده گیج میشه که آقا جان برای خونه من، برای پمپی که خریدم چه منبع تحت فشاری بخرم خوبه؟ منبع تحت فشاری که میخرم چند لیتری باید باشه؟ خلاصه خیلی ساده و سریع برم سراغ اصل مطلب. ببینید یه فرمول ساده داریم برای ساختمان‌های 2 طبقه، 10 طبقه، 20 طبقه، مجتمع، ویلا یا هر جای دیگه‌ای که شما میخوای پمپ آب به همراه منبع تحت فشار نصب کنی. این فرمول به دردتون میخوره. فرمول به ما چی میگه؟ آقا منبع تحت فشار با لیتر دیگه، مثلا میگه منبع 24 لیتری، حالا حیف که اینجا منبعم ندارم الان نشونتون بدم. منبع 24 لیتری، 60 لیتری، 80 100 و الی ماشاءالله رو به بالا. خب بر اساس لیتر ما میگیم منبع رو. خب وقتی که شما میخوای منبع انتخاب بکنی، فرمول به ما میگه چی؟ میگه بر اساس هر یه واحد 10 لیتر منبع بذار کنار. یعنی اگه آقا برای یه ساختمون 2 واحدی میخوای منبع تحت فشار بخری، بعد یه منبع تحت فشار 20 لیتری بخری. خب این ولی یه چیزی بگم، این حداقل نیازه. یعنی شما دیگه مثلا این حداقل نمیتونی بیاری پایینتر، بالاتر میتونی بری، یا اونم لم داره الان بهتون میگم، ولی پایینتر نمیتونی بیاری. یعنی مثلا برای ساختمون 4 واحدی باید یه منبع تحت فشار 40 لیتری بری بخری. برای ساختمون 8 واحدی یه منبع تحت فشار 80 لیتری باید 80 لیتری باید بری بخری. خب آقا اومدی و نمیخوای حداقلی رو رعایت بکنی، میخوای بری بالاتر. خب پایینتر نرو که اصلا داستان میشه، ولی میخوای بری بالاتر بری چه اتفاقی بیفته؟ نکات مثبتش اینه که آقا جان پمپ کمتر استارت میخوره، سیستم و آب تحت فشار بیشتری رو در اختیار داری و خب در واقع سلامت پمپ تضمین شده تره. حالا چجوری میتونی بری بالاتر رفتنش یه لم کوچیک داره. لمش اینه که چی؟ شما وقتی که مثلا یه دونه پمپ، مثلا میگم آقا یه پمپ 2 اسب داری، خب با پمپ 2 اسبتون یه منبع تحت فشار 300 لیتری شما رفتی گذاشتی، باد داخل مخزن اون 300 لیتر خیلی زیاده و پمپ باید زور خیلی زیادی بزنه که بتونه اون باده رو پر بکنه، یعنی در واقع به اون غلبه بکنه. خب شما چیکار میتونی بکنی؟ میتونی بیاری آقا جان باد داخل منبع تحت فشار رو کمتر بکنی، به اون حد مورد نیاز برسونی که پمپ بتونه به اون غلبه بکنه. حد مورد نیاز چقدره؟ بذار اینجا بهت نشون بدم. شما روی پمپ یه دونه همچین گیج داری، یه گیج فشار بهش میگیم، خب که فشار استارت پمپ، روشن شدن پمپ با فشار خاموش شدن پمپ رو به شما نشون میده. روی هر فشاری که پمپ داره روشن میشه، مثلا روی 4 بار، 3 بار، روی هر باری که داره روشن میشه، 70% اون فشار، هر چند باری که بود، 70% اون فشار رو منبع تحت فشارشون شما باید باد داشته باشه. کافیه. حالا شما هر چند لیتری که میخواد منبع شما باشه فرقی نداره. پس اگه خواستین منبع فشاری بخرید که لیتراژش از حداقلی به بالاتر بود، این نکته رو حتما رعایت بکنید. در آخر کارم اگه نیاز به خرید و یا مشاوره حضوری رایگان توی محل خودتون برای خرید پمپ و تجهیزاتش داشتین، فقط کافیه با شماره‌ای که این پایین میذارم با ما در ارتباط باشید.